خوبم. خوبی ها؟ در حقیقتم خوبی جونم. خوبم نفهمیدم. آخر با زهرا چنان ترسیدم که تو اون آدمون رو میشناسی؟ نمیشناسم. و زهرا کجا شد؟ وای حالا در اینجا بود. شاید به اونجا رفته است. چه خیلی به یگانجا رفته است؟ اونال یکی یگان که زهرا رو دزدیده باشد. خانم زهرا با اون طرف رفت سردارم. وقتی جستجو کردن انبار او رو دیدم. یا خدایا توبه. تو با من بیا. حیاتم تو مرا در اینجا انتظار شو. اونال با کجا میروی؟ من انتظار شو. ایست آخر احتیاط کن باز بسرت یگان بلا نخری. حالا از قفایش رفته از مقابلش برایم. چی میگویم آخر؟ با آدمی که دل بستم زاغی سیاه کل تکیل است. تو هستی گویم اگر چیکار کنم من؟ زهرا! یزنه زهرا تو در کجایی؟ در اینجایم من یزنه در اینجا. زهرا عزیزم تو کجا غیب زدی؟ در اینجا بودم یزنه. تو ما را بسیار خواطر کردی. چون این کار ناگهان شد من گریختم. از بالا آواز برآمد. رفتیم پیش رو. تا سردار. چی شد؟ یزنه پایم رنگ کشید. حالت خوبتر شد؟ خوبم گذشت. ماله جانم تمام. زهرا؟ اپا عزیزم ما در این جاییم. آمدم. شکر خدا که در اینجا بود. بسیار خواطر شدم. در اینجایم. از بالا صدا اومده ایستاده است. تو با من بیا. شما باشد از اینجا در حال دور شوید. در حال. معلش رفتیم زهرا. در اونجاست. زود باش. ایستاد نگورز. گریز زاغی سیاه گریز دستگیر نشم. انشالله که گریخته ای زاغی سیاه. چون تو را یافتم نمیخواهم که دستگیر شوی. اوف کلتکیل از بودنی دنبلازی و بس نبود که حالا باشد کلتکیل از زاغی سیاه شده است. خدای من به همه این من چه خیلی طاقت میکنم. خوب هستی؟ لبه خوب هستی گفتم عزیزم. خوبی؟ خوبم من. تو یکی به کجای غیب زدی؟ از دوباره دزدیدن تو چنان ترسیدم که عقلم از سرم برآمد. وای چی از هیجان زیاد چیکار کردنم رو ندونستم دور شدم. اصلا تو چی خیلی؟ نمیدونم به خدا که به فکرم خوبم اما میانم چنان درد دارد که باید رفته استراحت کنم. قربان شوم. تیفلکت باشه درون حالا ترسیده است. خیر است. چه خیر است؟ تیفلتو تو رو میگویم. خوب هستید؟ ما خوبیم. خوب آی دستانت را بردار. اینها کجا شدند؟ پدر جان حالا در تلفن گفت که آمده ایستادیم. شما خواطر نشوید. آقای اکرم جان خواطر نشوید. برادرم نمیگذارد که یگان چیزی بد رخ دهد. آخر داملازیا هم در آنجا بود است؟ ای مگر به او میشود؟ یعنی زنش در خطر میافتد و برادری من در آنجا نمیشود؟ زهرا زنگ هم نزند در حال برادرم خطر را حس کرده به اونجا حاضر میشود. یعنی او همین خیل انتنه ها دارد. در حال حس میکند. مینه سرش کار نمیکرد. حالا باشد با کار در آمد. تو در بین ندارای و من همش را خوبتر نقل کنم. خانم جمیله من شما را گوش کرده ایستادم. مرحمت. ای در کجا من شده بودم فراموش کردم. ها ما
рӯзе аз маконамон баромадем бо зиё дар роҳ гашта истода будем ки ба ман гашта одамони нури кур дар қафоямон мебошад гуфт гӯё ки дар паси сараш ду чашми дигар дорад нигоҳ кардам ки се одам моро пай бурда истоданд баъд аз каме бошад мо ба як кунҷ гашта нишастем аммо қуввати дар пой истоданро надоштем ҳардуямон чунон маст будем ки баъд аз он бошад ما از روی فهمیدنی دومولوژی ها از اون آدمان خلاص شدیم همین خیلی شفقت مست کی؟ دومولوژی مست بود؟ این آدم کجا شد؟ این آدم کجا شد؟ خاطر در اینجا بود بخار شد مگر؟ سردارم با فکرم از دست دادمش چی خیلی از دست داده؟ زنوب تا بگی دومولوزیو هم مای می نوشیده است؟ چه خیل دومولو بوده است؟ نه آخی این قدر هم نه آخی من چیه؟ این چه خیل دومولو هستی؟ هیچ حیران نشدم دومولوی ساخته بودن خیلی مشکل بوده است دومولوی ساخته با ناخونای لکی نماز خونده میشه و حتی طهارت درست نیست من در یک دقیقه به اینترنت در آمده آموختم تو ندانستی باز دومولو هستی حالا تیز من کی بودنی تو رو آشکار میکنم اما حالا وقت است این خیلی ناممکن است آخر او دومولو است وای مای نمی نوشد خانم جمیله شما چی گفتنتان رو مگر میدانید؟ یعنی دومولوژیو مای می نوشد؟ بابی اکرم خطا نفهمید او در حیاتش مای نمی نوشد مای گفته اون مایی که عمر خیام میگوید که انا همون مای در نظر داره این دومولوژیو حتی اوکال نمیکند برای آنکه سپیل داره گفته جایی که مای باشه او بمبره نمیداره همین خیلی حرفه همین خیل سردارم همه جا رو دیدیم یکم اشاره نیفتیم چی خیل نیفته چی خیل نیفته مگر این آدم به زیر زمین در اومد سردارم این آدم را هنگام گریختنش دستگیر کرده اوی تو کیستی؟ کیستی تو؟ جواب بده تو کیستی؟ مگر اون آدمی گریختگی با تو بود؟ جواب بده آخر این را گرفته برید من میدانم که تو را چه خیل به گپ درورم یا پشت میبینی رفته میبینی این را بینه باز به من تهدید میکنه آقای اکرم جان از شما عذر میخواهم بعضا وقت با من همین خیل رخ میدهد من آمیخته کردم از من خفه نشوید هیچ خواطر نشوید دادری من نبیرگانی شما را ساق و سلامت میارد شما خواطر نشوید با دادر دیگر کار نمونده است جانم اونال رسیده آنها را نجات داده است همین خیل نه فروخ جان ها بله بله یعنی آقای اکرم جان میگویم که انا این دو مدتون اولان نمیبود دادری من در حال رفت مشکلی را برطرف میکرد این را من میگویم شما خواطر نشوید بله کدام وقت سری زهرا در بلا افتاد دومولوژیو از بین نابود میشود همین خیل نه فروخ جان ای فروخ خیر کنی دومولوژیو در کجاست در کجا را تو اینقدر با زیاد چسبیدیه اما در اصل شما راست میگویید کنیک زنگ زده پرسیم دومولوژیو در کجا باشد بپرس کنی بپرس این حال را بینه گویا که زمین دوتا شده این آدم به خری زمین رفت پیش دروید صدای تلفن رو شنیدی؟ نه سردارم تو چی؟ من هم نشنیدم سردارم اوی مگر من از قبل صدا میشنوم پیش دروید رفتم شوکت آخر کی بود که در وقتی خوب زنگ میزدی چی زنگ میزنی چرا حالا زنگ میزنی برادر جان ساز هستی خوبم احمق بفهم قریب بود که از پشت تو به دستی اونال میافتادم با خدا در کجایی تو توبه کردم خدایا در بالای درخت در بالای درخت ها در بالای درخت چه خیل درخت درخت در بالای درخت بله انجیر چین دسته انجیر در بالای درخت چیکار میکنی؟ چرا با من زنگ زدی در کجایی تو؟ در کجا میبودم دیگه؟ در قصد بابای اکرم همراه اهل اویله نشستیم ما برای چه درجه خواطر شدیم تو باشی در بالای درخت گشت مگر تو حالا در نزد تمام اویله از من پرسیدی که در بالای درختم من انا اکنون مرا از بالای درخت خلاص کن از بالای درخت خلاص کنم؟ چه خیلی رو فهم چی دانم چه خیلی خلاص کرده میشه بگو از بالای درخت پرنده رو نجات داده ایستاده است
مگر هر انسان دویم ناجا رفتار میکنه. او شوکت домлозиё дар болои як дарахти калон будааст. хавотир нашавед. аз болои дарахт ҳаматонро салом гуфт. лекин хайр набошад домлозиё чаро ба болои дарахт баромадааст? ба кадом дарахт? ман аз куҷо донам ки ба болои кадом дарахт баромадааст? ту гуфтӣ ку кадом дарахт? дарахт ва фуромад дарахт поён фуромад, мушкиле нест. домлозиё дар болои дарахт чӣ кор мекунад? домлозиё як паррандаро наҷотдиҳӣ баромадааст. чӣ хел парранда? зоғи сиёҳро. оғои акрам, шумо зоғи сиёҳро дӯст медоред? яъне чӣ хел? як соня ҳозир ин домлозиё ба кӯмаки зуҳро неву ба кӯмаки як зоғ рафтааст? охир ман мегӯям аммо ба ман бовар намекунед. ин издивоҷ сохта аст. чӣ мегӯӣ? сохта? модар боз сар накунеде? бале сохта аст. тулим боз сар кардия? ай сохта аст фарух, сохта. инҷо кор намекунад. кор намекунад. хонум ҷамила шумо ӯро гӯш накунед. ба издивоҷи сохта часпидааст. мушкили рӯҳӣ дорад. бисёр ҳам аҷиб. ана ҳоло ин домлозиё ба ҷои зуҳроро наҷот додан аз пушти зоғ аст. худоро шукр ки яздай унал аст. набошад зуҳроро кӣ наҷот медод? оғои санӣ, ман нагуфтам ки аз пушти зоғ аст. зоғро наҷот дода истодааст гуфтам. лутфан аҳамият диҳед. шавкат чӣ фарқ дорад охир? чӣ аз пушташ бошад? чӣ наҷот дода бошад охир? фарқи калон дорад акай кали фаррух магани хел мешавад. ин ҳаракати зоғро наҷот додан, ин амалиёти баъд аз наҷот додани зуҳро аст. яъне зуҳро хонумро наҷот додааст, баъд рафта зоғро наҷот додааст. шафқат, гапҳои ту аз якдигар хеле фарқ мекунанд. хайр ин дигар чӣ кор кунад? аз пушти гапҳои пай дар пай шумо гапашро гум кард. ман ҳақиқатро мегӯям. охир домулозиё дар куҷост? худоё тавба, ту ин қадар ба зиё часпидӣ. ӯ хомӯш намеистад хонум. ман дар ёди набиярагонам афтодам. ӯ ҳоло ҳам ба домлозиё сару кор гирифта истодааст. зани бадрафтор аст. ба забонатон садқа. яъне забонатон дардро набинад оғои акрамҷон. чӣ қадар хушбахт будани набиярагонатонро гуфтан мехоҳам. аз оне ки монанди шумо бобои зебо дорад. саломат бошед хонум ҷамила. худо шуморо аз байни мо дур насозад. бин фарух, зан қариб ки ба падарат мечаспада. бероҳат ӯро бин, ҳолашро бина. унал он одамоне ки моро дуздиданд кистанд? ту онҳоро мешиносӣ? охир он одамеро ки дастгир кардам ӯро намешиносам. ҳеҷ ба одам наомада истодааст. аз одамони ҳабс кардаат набошанд боз? албатта ин рӯсухта аст. рӯйсухта? бале, як маҳкуме бо лақаби рӯсухта. хайр набошад ба фикри шумо чаро чунин кариясна? ба фикрам аз ман интиқом гирифта нест. ётам, ту маро бубахш. зуҳроҷон, туам. яъне ҳама ин аз паси ман шуд. язнам, агар ин хел мешавад, лутфан ғамгин нашавед. шумо коратонро кардед. ҳамин хелу ҷиҳатҳои бади касби мо ана ҳаминҳоянд. одамоне ки дастгирашон кардаӣ аз пасад мешаванд. аз ту интиқом гирифта намешаванд. агар ба шумо ягон ҳодиса мешуд чӣ? аммо ту азизам ғамгин машав. худатро гунаҳгор накун. тамом гузашт. чӣ кор кунем дигар? язнаҷон, хавотир нашавед. шумо моро наҷот додед. зуҳро, илтимос ин ҳодисаҳоро ба бобоят нақл накун. бе ҳамин ҳам маро бисёр ҷанг мекунад. агар инро шунавад дигар ба рӯям нигоҳ намекунад. хавотир нашавед язна. бобоям ҳеҷ чизро намефаҳмад. аз ёдам набарояд. ба домулло як занг зад. занг зад. домулозиё бисёр хурсанд шуда бозгаштааст. бошад. зуҳро, ту барои ман боз занг бизан. барои шумо? бале, охир бо боҷам акнун шинос шавем. ҳамихел не? язна, рӯйбарӯ шинос шавед хубтар нест магар? охир тамом. ту занг зада бигӯ ки ба хона меоям. бигӯ ки язне уналам моро ба хона бурда истодад. ё як бо ӯ вохӯрӣ бикун. зуд бош. аз зуҳро ин қадар якравӣ кардӣ. охир занг зан ба ӯ. лабай зуҳро. сиёҷон, ҳоло апаи ҳалӣ бо язнаи уналам маро ба хона бурда истодам. язнаи уналам бо ту шинос шудан мехоҳад. тамом, дар муфтиёт кори таъҷилияш баромад мегӯӣ. майлаш, чун аз хона баромад ман меоям. майлаш ҷонам, мепурсам то боздид. майлаш то боздид. калтакелус наргиз? ту
یزنا در مفتیات بسیار کاری عاجلیش برآمده است چون کارش را تمام کند به خانه میآید. آقای دکتر وضعیت چی است؟ گوش کنید در این باره یگان چیزی منفی شنیدن نمیخوام با خبر باشید. گوش کنید آقای کانو. بله حالا حافظتون برقرار شده ایستاده است. انا همین است آخر برقرار شود از روی من یک آدمی بیگناه گناهکار نشود. اما این کار اینقدر نیست. چه خیلی این کار اینقدر نیست؟ برقرار شدن حافظتون استوار نیست. چی؟ استوار نیست گفته چی گفتنید؟ یعنی تغییر یافتنش ممکن است. هر زمان حافظتون را از دست داده میتوانید. برای بسود معلومات‌های سلامتی شما را دادنمون باز یک چند مدت دیگر باید حافظه شما را تشخیص کنیم. اگر حافظتون استوار باشد معلومات را داده میتوانیم. عین حال غمگینم. معلومات داده نمیتوانیم. چه کن نمیدهی؟ همه چیز از آن معلومات نما وابستگی دارد. آرام باشید. برای محافظان را جغ زدن مجبور نسازید. من با شما وضعیتتان را گفتم. اگر آن معلومات نما نباشد بیگناه بودن کلتکی الاس از بین برداشته نمیشود. آگاه میکنم خاطرتون میتواند هر زمان به حالت اول برگردد. های تمام آخر چون حالا خاطرم در جایش است معلومات نما را دهید چون خاطرم گم شود معلومات نما را باز میکنم والله بلا من با دستان خودم میارم. آقای کانون سفسطه نگوید مگر این خیلی میشود؟ چرا نشود آخر یک معلومات نما بوده است آخر یک پاره کاغذ نمیشود. گفتم که به تشخیص میآیید. از پگاه به قید میگیریم. آمده تشخیص را دوام میدهید. بعدی سالهای طولانی تو را باز به دیدنم باورم نمی آیدی. با تو رو برو هستم دایم این وقت را آرزو داشتم میدانی. باز تو را دیدن را آرزو داشتم. یا خدایم این تو هستی. چند سال سپری گشت. بسیار شد بسیار نرگس. تو هیچ عوض نشده ای. تو هم همیخه ریش مونده ای. خیر همینجا همیخل میستیم. در یک اونجا نشسته کمتر صحبت کنیم. بسیار میخواستم کار تجلی دارم باید زود روم خفه نشم. میدونم تو حالا هم از من رنجیده اما با تو همش رو میفهمونم. نه جانم از کجا برآوردی من نرنجیدم؟ در اصل چی من یک مشکلی کلان دارم. چی؟ این کار رو بینه من باشم در فکر افتاده بودم که چی کار میکنم. حالا باشد تو را دیده فکر کردم که تو با من کمک کرده میتوانی. همین خیل نه؟ خانم شما تشنه نکشید. حتما به شما خوب شده. چیکار کردی اکا؟ معلومات ما رو گرفتی؟ گرفته نتوانستم خاطرم استوار نبوده است. خیر نباشد من او رو رفتن لاتوکوب کنم ها؟ تو دیوانه هستی؟ مگر دکتر رو لاتوکوب میکنه؟ کمی پیش در را میدونی از دیدنی تو بسیار شاد شدم. در یکان وقتی موافق زنگ میزنم. مایلش تا بازدی. فراموش کردن تو بسیار مشکل شد کالتکیلوس. اما چون تو را حالا دیدم فهمیدم که تو را هیچ فراموش نکرده بودم. عزیزان من جانهای من آمدم. نبیره جانم خوب است. نبیره جان تو رو هم ببوسم. بیا تو رو هم ببوسم. خوب است. تیفلم خوب است ها؟ خوب است بابا جان خوب. هیچ خاطر نشه. عزیزم تیفلت خوب است ها؟ خوبم بابا جان خوب. بسیار خوب. زهرا شوهر در کجاست؟ چی شد ها؟ چرا هم حیران شده؟ خدایا توبه شوهرش نیست آخر. باز در اینجا هم نیست. توی خاموش چی میگویی؟ داماد برای نبیرگانم را صحت و سلامت آوردنت از تو بسیار سپاسگزارم. نمیارزد آقا. اینها جانهای منند. اینها همه چیزی من هستند. اگر به سر اینها یگان چیز می آمد من چیکار میکردم؟ سلامت باشید. بیایید اکنون به خانه درآییم. بابا جان من بسیار مونده شدم. میونم بسیار درد دارد. به خانه رفته استراحت میکنم. دخترم در درون خانه کمتر استراحت کرده بعد به خانه تا میروید. یعنی رفتیم سریس بیایید مبارک باشه اکا. اپا جمیله اویز چیکار میکنی؟ آروم شو. چی گپ شد؟ اپا گوش کن تو چیکار میکنی ها؟ من چیکار کردم؟ من چیکار کردم؟ گفته با میپرسی اپا جمیله.
ای در نزد همه اویلا آشکارا قریب که بابای اکرم را آغوش گرفته میبوسی همسال پدر تیزا نمیکشی. خاموش مرا گوش کن شفقت. ما با آقای اکرمبوی خیلی مناسبتی خوب داریم. ما با آقای اکرمبوی بسیار مناسبت خوب داریم. ای در مناسبتتون بخلا من دیگه ترا گپ ندارم پای جمیله. یک چیز دیگه شرم و حیا میگم. بس خانهایتون کمتر دقت دیده پا. اینجا ما او را دومولوزیا میگیم تو باشی درباره کلتکلاس نقل میکنی مای نوشیده میگی. اپا جان قریب که همه سیرمون رو فاش میکردی. سری مرا در بالا میموندی. بیزرم نخواست از دهانم برآمد. تو باشد اصلاحش کردی. چرا باز برایم میزنیش؟ اپا جان البته که برای نمیزنم او. دمت رو گرفت. ای اپا جان در حال قهر میکنی تو. مگر ندیدی که در کدام حال قرار داشتیم؟ بسیار گپ نزن اون زن چی میگوید اون رو با من بگو. کدام زن؟ انا اون طولین است کی است؟ چی میگوید؟ وای پسر ساخته مخته ازدواجی ساخته میگویند کیست تو؟ شما از من چرا پنهان میدارید؟ اپا جان ما هیچ چیز رو از تو پنهان نکردیم. تو اینقدر به همه چیز میچسبی ها؟ طولین انا اون زن میخواهد که میراث آقای اکرم را صاحب شود اما کلتکلاس باشد مانع راهش شده است و نمیگذارد که به مقصدش برسد. تمام موضوع همین قدر گپ است. ساخته پخته گفتنی گپ نیست. بگذارم این خیلی باشد بدتر باز میبینیم. اپا جان کمتر بودی خط شو خیر. استاد دابایی یک بار دست رسانم با شما استاد. چی؟ با انگشتم استاد. چه علاقه داره؟ چرا با انگشتت با من دست میرسونی؟ یک بار با انگشتم با شما دست رسانم. آخه هجری این چه خیلی کار است؟ چرا با انگشتت با من دست میرسونی؟ استاد اگر نخواهید نمیرسونم راست سوالم رو میپرسم. آخه هجری این با سوال چه علاقه داره؟ استاد آخر علاقه دارد. من پیشکی تیاری بینم گفته با شما دست رسانم گفتم. هجری تیاری پیشکیت رو یک طرف گذاشته راست به سوال گذار. استاد جیانم درس فیزیک تیار میکرد. از او فهمیدم که همه چیز از اتم ساخته شده است. سنگ ها، درختان، پرندگان، حتی انسان ها استاد مگر شما هم از اتم ساخته شده اید؟ بله هجری چون انسان ها از اتم ساخته شدند من هم از اتم ساخته شدم. استاد بسیاری اتم ها باشد از خالگی ها عبارت بوده است. این رو میدانستید؟ از راستی؟ بله استاد. در این حالت من به شما چه خیلی دست میرسونم؟ آخه هجری پسرم اکنون این چه خیلی سوال است؟ استاد چون سوال بسیار گوناگون بود من به شما خواستم که تطبیق کردن نشان دهم. تطبیق کردن؟ چه خیلی یعنی؟ نشان دهم استاد. چرا نشان میدی هجری؟ ایستو؟ استاد ندیدید به شما دست رسوندم. انا بینید استاد یک بار دیگر دست رسوندم. هجری نکن گفتن نکن. استاد اگر شما از خالگی عبارت باشید خالگی رو چه خیلی دست میرسونم. نویش هجری تو هم مانند من چون از اتم ساخته شده ای در تو هم خالگی ها موجود است. از این فهمیده می شود که از سببی از خالگی ها عبارت بودن با من از خالگی ها عبارت بوده هم دست رسانده می توانی. یعنی وضعیت این خیلی است که خالگی رو دست رسانده می توانی. فهمیدی؟ فهمیدم استاد. خدا از شما راضی باشد. خالگی رو دست رسانده می توانی. خیلی من میروم اینجوری. سلامت باشید استاد. راستی گپ نفهمیدم استادم چی گفت. مالش بابا جان تو بوزدید. خیر مایلش با احتیاط باشه داماد. خب مایلش تو بازدی؟ دخترم اون بیعقل‌ها چرا تو رو دزدیدن؟ اون الان یه چیز رو نفهموند. نمیدونم بابا. حالا یزنه اونم یک تایش رو دستگیر کرد. بپرس و پاس برد. خیر دیگرش گریخت اون رو دیده نتوانست. جانم تو خوب هستی؟ خوبه. بعد از زنگ زدن تو در حال اومدم اما با تو رو گم کردم. بله آمده نجات دادی که گویا که بابای مرا نجات داد. داماد شیرین نری من قربانی ریشهای تو شوم من. آقای اونال در کجاست مگر رفت؟ شخصی دستگیر شده رو به پرس و پاس میبرد. تو رو بسیار انتظار شد تو نامدی رفت. یا خدایا این بدبختی رو بینم. با او هیچ شنا شده نتوانستیم. من هم کاری در مفتیات داشتم تیزاندم اما در وقتش اومدن نتوانستم. خیرش گم نی دفعه دیگر شناس بشه. بله دادر کیا پاش.
آپای جمیله چرا تو نرفتی ها؟ آقای اکرم این از خوردیش همی خیل است شخصانی دوست داشتهاش رو بسیار فکر میکند. مگر من دامادم رو نمیدارم؟ داماد جانی من، جانم. اپا چرا نرفتی ها؟ آقای اکرم گفت که چی؟ بعد میفهمانمت. خانم جمیله قمری ها را تنها گذاشته ما به داخل دراییم. بسیار خوب میشود آقای اکرم. مرحمت خانم. خب تا بازید. زهرا تو در حقیقت خوبی؟ یگون چیز نشد خواطر شدم. خوبم سلامت باش. یگون چیز نشده است. گفتم اونو در نزد دیگران بسیار خوب از عهده نقش میبری. در حال آغوش گرفتنت در حال احساس کردم که تو صمیمی. نقش بازی چه علاقه داره؟ در حقیقت من برای تو بسیار خواطر شدم. باوری داری؟ باوری دارم. چی جای باوریش هست؟ هنگامی تو رو از دست دادن فکر کردم که عقلم از سرم دور شده. بعدی از نهایت را دیدم و چون در آنجا بود مجبور پنهان شدم. خدا را شکر که از اون الله شما را نجات داد. نباشد من چیکار میکردم؟ چیکار میکردی؟ نفهمیدم. چرا این خیلی میگی؟ زهرا چه گپ؟ این را چرا با من نگفتی؟ چرا نگفتم؟ چرا اینقدر وقت تو این رو از من پنهان داشتی؟ کارتکیلس زهرا چی گفته ایستاده من از تو چرا پنهان داشتم؟ دائما بازی میکنی، با من هم بازی کردی حتی از اول. اما این کار کردت مرا مثل کارهای دیگرت هیچ یاددار نکردم. چی کارتکیلس بودنت رو پنهان کردنت، چی دامولا بودنت رو گفتنت، هیچ کدامش اینقدر یاددار نکرده بود. زهرا چی شد؟ زهرا یا خدای توبه و این دختر چی شد؟ زهرا تو با من یکون چیز گفتنی هستی؟ نه این از کجا برآمد؟ امروز بعد از زنگ زدن تو من در اصل با مکان دزدیده شدن شما اومدم و نل در آنجا بود. مجبور پنهان شدم چون پلیس ها اطراف رو احاطه کردن و گریختن مجبور شدم. نباشد تو رو در آنجا تنها نمیگذاشتم. تو چرا دروغ میگویی آخر؟ چند مرتبه حیاتم رو نجات دادی. زاغ سیاه تویی، چرا این رو از من پنهان میداری؟ خانم زهرا چند بار گویم آخر زاغ سیاه منم. زاغ سیاه؟ شما زاغ سیاه؟ بله گفته بود، آشکارا گفته بود، اما من او رو مسخره کردم. آخر حتی آشکارا گفت من او رو مسخره کردم. من حالا به یک دوست عاشق شدم. اما نه، من زاغ سیاه رو دوست داشتم. کاتکیلس رو نه، اما زاغ سیاه کاتکیلس بود است. دیوانه میشه بمی. زهرا با فکرم تو با من چیزی گفتنی هستی؟ نه این از کجا برآمد؟ چرا این خیلی نگاه داری؟ نگاه کردن من است؟ نه آخر جانم نگاه کردم میتوانی و با من چیزی گفتنی هستی و اما چی؟ وای دختر از من چی را پنهان داری؟ آشکارا گفتن؟ با من یگان گپ گفتنی هستی؟ نه جانم این از کجا برآمد؟ آخر نگاه کرده ایستاده؟ چی نگاه کردن من است؟ اگر گویم چی میگویی که تو زاغ سیاه بوده؟ آدمی که من عاشقت شدم تو بوده؟ زهرا گفتم میتوانی. چی؟ آخر زهرا دلت چیزی گفتنی میخواهد. بگو آخر آن رو. گویم یکی گوید که هیله کردم. چرا این خیلی گفته ایستاده؟ با من چی شده ایستاده است؟ گوش میکنم. چرا گوش داری؟ هیچ گپ نیست؟ اوف زهرا گوش کن گفتنی ندارم.
امروز بسیار یک روزی وزنین رو از سر گذراندم به همین خاطر زیر تاثیر اون هستم. اگر چیزی که به من گفتنی باشی راحت باش، لطفاً در بینمان نمان. بی خوب رمیم. خوب، چخیلی که میخوایی؟ نه این خیلی نمی شود. با او گپ زدنم لازم است. با ما چرا این کارو کرد؟ با ما چرا بازی کردنش رو از او پرسیدنم لازم است. اما او به من گفته بود. اما من باشم او رو مسخره کردم، جدی قبول نکردم. مجبور کردم میتوانست. چرا زود دست کشید؟ اوف ای زوغی سیو. من تو رو بسیار دوست میدارم. بسیار. در مقابل اینقدر مشکلی ها دائم و عشق تو مرا قوت میبخشید. زاغی سیاه، من تو را بسیار دوست می‌دارم. او هم در حقیقت مرا دوست می‌دارد یا که حیله می‌کند؟ خیر، مگر من او را دوست می‌دارم؟ مگر اینقدر وقت من به آدمی نقابش عاشق بودم؟ اگر زاغی سیاه کلتکی رس باشد، مگر من به کلتکی رس عاشقم؟ این خیلی ناممکن است. او یک دوست گریزه جنایتکار است. او خدای من و من کمک کن. مرحمت آقا، بفرمایید. تشکر. سلامت باشید. چی شد زورا؟ چشمانت ورم کردگی؟ بسیار خوب کردم، از همین سبب است. نه مانند آنی هستی که گریه کرده ای. بسیار خوب کردم، از همین سبب است. جانم غضبی مشو، چرا غضبی میشوی؟ دخترم بخور. یا که مگر عاشق هستی؟ با عاشق مانندم مگر بابا جان؟ مانند آنی که به داملازی عاشق هستی. من باشم پرشیده ایستادم پیری آخره. ای آقای اکرم، چی شد؟ قوه برق زد ها؟ عشق آنها چنان عشق بزرگ است که در حالت آیله‌دار بودن یکدیگر چون دستشان میرسد قوه برق به وجود می آید. اما تو این رو نمیفهمی جانم. بخشش، چرا نمیفهمیدم جانم؟ تو پیری ناتوان شده ای، حالت رو نمیبینی. این چه نحرمتی است؟ فروخ بین به من چه ها گفته ایستاده است؟ چی شد زانک جون؟ ای فروخ، به تو باورم نمی آید. نمیشنوی ها؟ نمیشنوی؟ چون که این جهت کار نمیکند. تو همین خیلی نشسته گوش بکن. تورین، این مهمون است. اهمیت نتی، با گفایش گوش نکن. مهمان باشد، مهمانیش رو داند فروخ، مهمانیش رو. آقای اکرم جان، یک به اینها نگرید چه خیل به یکدیگر زیبندند، گویا که برای یکدیگر آفریده شدند. باز چشم نرسد. توف. بله خانم، من مگر عشق آنها را نمیدانم. عشق آنها از عشق در فیلم های هندی بوده بسیار صمیمی و بزرگتر است. بزرگ بوده است. برای به این خیل عشق اجازه داده و آن را آیله دار کردنتان آقای اکرم معلوم که دلی بزرگ داشته اید. برای پذیرایی تشکر خانم. شما هم دلی مانند جوهر دارید. عشق چیزی است که آدمانی روحشان حساس بوده میفهمند. به ایست مرا تحقیر میکند. خاموش. ای آقای اکرم، برای خطا پای گذاشته ایستاده، با احتیاط باشید. زاغ سیاه بسیار آدمی حساس بود. اگر تو زاغ سیاه باشی، تو آدمی حساسی یا که همش حیله بود. زهرا، مگر مرا کشتنی هستی؟ میسوزد. وای. چی میسوزد خانم؟ من برای شما سمبوسه میپزم آقای اکرم. سمبوسه؟ خدای توبه. من هم سمبوسه را بسیار دوست میدارم. من هم بسیار دوست میدارم. میلیس چی؟ من در روشخانه پرسیده بودم شما بسیار دوست می داشته اید. گفتم که سمبوسه های پخته مرا هم خورید. بسیار سپاسگزارم خانم. آقای اکرم، حالا شما صبر کنید. من به شما چی نموندی سمبوسه ها، چی نموندی شیرینی ها را میپزم. آها، خیلی بیاره سمبوسه ها را بینیم. همین خیلی داملازی ها؟
نه خانم شما ناراحت نشوید من دخترها رو میگویم حالا میارم آخر سمبوسه آخر تشویش نکشید. آی من خودم آوردن میخواستم آقای اکرم جان این خانه رو خوب نمیدونن من با او کمک کنم فروخ این حکو ما رو رونده خودشون صاحب خانه شدن بگانه بوده است یعنی گوش کن این زن با اشاره‌ای خوش و چشمش پدرت رو فریفته کرده به این خانه در اومده ما رو از این خانه میرونند حالا میبینی باید یکان کار کنی تو باشه همین خیلی خب کرده بشین فروخ بشین تو حالا روزت رو میبینی زاغ سیاه سردارم شما رو تبریک میکنم یک جنایتکار رو دستگیر کردن این قهرمانی است رفیق سردارم شما باز قهرمان ینگه حله شده رفیق سردارم تبریک میکنم رحمت لوند رحمت اما برای قهرمان شدن اول باید کارت کلاس رو دستگیر کنم وقتی آنها میرسه رفیق سردارم خواطر نشوید درباره شما مانند آهن لویت است ای واهی مرا یک سو گذار وقتی به من در کار بودنه دربارم نیستی از قفای سلن میدوی مگر این خیل می شود سردارم من اصلا کارم رو با عشقم آمیخته نمیکنم رفیق سردارم هم ما با خانم سلن تنها دوست هستیم در بین ما یگان چیز نیست ما خانم سلن قدی دوست ادمت را گیر دوست بودن ای دختر برای تو مرده ایستاده است وقتی جنازه تو رو برداشتن دختر بیمار می شود شما از راستی میگوید سردارم ای لوین من در حیرتم که سلین رو تو به خودت چه خیلی عاشق کردی؟ مونه سردارم شما چی گفته ایستاده در بین ما یگان چیز نیست میگوین شما باشه عشق میگوید مگر این خیلی میشود سردارم مرا بگد نگیره من آدمی در نزد کلتکیلس بوده رو حتما دستگیر میکنم حالا میبینی مالش لوین ها گفته که بری هیکل دزدیده کلتکیلس با فروش برآمده است این رو هم تحقیقات بکن بله سردارم خواطر نشود خانم سلیم مرا در حقیقت دوست می‌دارد چی کنم مگر پیامک محبت روان کنم عزیز دیلم را یاد کردم دیوانه است پس هم بسر را یک طرف گذار چی گل زدید این رو با من بگو آخر هیچ چیز جانم به نزدیکی رفتنم رو گفتم خوب میدونی وی آقای اکرم از اینجا رفتنی مرا نمیخواهد گفت که اگر لازم شود با دومولوژیا گپ میزن من باشد میلش گفتم چرا میلش گفتی؟ مسئله در اینجا ماندنم رو اپا جون مرا دیوانه کرده ایستاده چرا دیوانه میشوی؟ کنی دهانت رو بشو این را به دهانت پرتاب گرم است آخر سوختم نیسوز خوبه سوخته را خدا نظر میکرده اپا از اینجا میروی فهمیدی؟ های از اینجا نمیروم اینجا مگر خونه آقای اکرم نیست و تو چی میشود ماندنم را میخواهد من باشم میمونم اپا چند بار با تو گویم من خواهرم به تو رو یافتم میگویم تو باشی با من چیها رو فهمونده ایستاده ای دروغگویی اپای من بودن آشکار شود من با او چی میگویم آخر او ما رو همچون دومولوژیا میداند همچون کلتکیلس نمیداند چند بار گفتم به همش یگان حیله میکنیم با اینش هم یگان حیله مییابیم مخیره اپا گوش کن دیگر صبرم نماند چی میشود چیکار میکنی؟ به نزد آنها رفته این اپای من نیست میگویی ها؟ گوش کن صدقه تو شوم با خود اوی در اصل تو به خود اوی به مردم دومولویم گفته دروغ میگویی باز زهرا را به دست آوردی باز به من میگویی که به خود اویم اپا تو چه مقصد داری؟ کنی اشکارا گپ زن؟ من اشکارا میگویم من مگر کلتکیلس بودنی تو را گویم چون من راهی تو را نبستم تو هم راهی من را نمیبندی خانم زهرا باکور بله چند وقت بود نرفته بودم تو چی؟ با مسجد چی شد؟ هیچ چیز نقش مولا رو خوب میبازی من نقش میبازم تنها معاش نمیگیرم من همه هیچ چیز نمیگویم جانم هیچ عجیب نمینمویی موفق هستی همین رو میگویم ندانم یعنی در حقیقت دوملو نشدن منیقه یعنی دوملوگی کاری است که دیگر چیزها را طلب میکنه لیکن همه رو باور کننده که دوملو هستی با تو موفقیت باز چی نقش ها داری؟ چی خیل؟ چند رو داری؟ گوش کنه زهرا
من برای آدمان را فریب کردم خودم روی باز نکردم یعنی مجبور شدم. خیر نباشد نقشایی که بازی میکنید تماما دروغ است یا اینکه در آنها ذره حقیقت موجود است. چی مقصد داشتید نفهمیدم. یعنی راستی از این شب به من چیزی گفتنی هستید اما نمیگوید. لطفا یکون چیز رو اشاره نکنید، آشکارا بگویید به من. از برداشت کردن این باوری داری؟ چی؟ معلش پس بگو چرا به من بله چرا با تو؟ چرا به من چرا جواب ندادی؟ من بعد به او زنگ میزنم. کی زنگ زد؟ یک دوستم. چه خیلی دوست بوده است؟ خانم زهره شما با من چیزی گفتنی بودید اما او گپتان ناتمام لطفاً بگویید. شاید این خیلی خوبتر شد. بعد گپ میزنیم. اوف نرگیز همین تو نمیرسیدی. چرا این همه را از من پنهان کردی؟ احمق. چرا با من ذوق سیاه بودنت را نمیگویی؟ چرا مرا دوست داشتنت را اعتراف نمیکنی؟ چرا؟ اوکی خلیل این در حقیقت هم دیوانه بوده. این مردم تو چیکار میکنی اینجا؟ نمیبینی؟ من مردم دردم را فهموندن میخواهم. درد رای سرت مونه. حال تبین اخترنگ شیطان زنجیر بند کرده. بیره برادر زود بیرم. همه راه را سنجیدم حتی با تابوت در آمدم اما وی دامنای ساخته است. همه را جادو کرده است. چیزی که همه اینجا میدانند خطاست. دامنای حقیقی منم. ساختکار باشد وی است. او دیوانه است دیوانه. بس که برادر دامنای حقیقی تو هستی. برادر چرا شما با من باور نمیکنید؟ باور میکنیم. چرا باور نکنیم؟ تو خانه داری؟ و خانه‌ات برای من ماشین دارم. یا خدا تا با این دملو از میرا بینه حریف خودش رو به دیوار زنجیر پیش کرده است. در حقیقت هم این حریف دیوانه شده است. تمام کن تو رو فهمیدیم. گوش کن اجازه ده آنها رو کشاییم. بعد از این باشد نشسته خوب گپ زنیم. چی گفتی ها؟ نمیشود برادر. تا دمی که حقیقت رو نفهمم از اینجا یک قدم نمیروم. فهمیدید؟ اخیرکه این خیل نکن. کلید رو ده اینها رو کشویم. یا خدا توبه. نمیشود. روید اگر زورتان رسد مرحمت آماده کشایید. خیر چی میخواهی؟ میخواهم آدمان حقیقت را فهمند. جماعت همه چیز را باید فهمند. من امام این مسجد میباشم. من به حفظ کردن این مسجد وظیفه دارم. از دامنای ساخته این مسجد را باید حفظ کنم. ساخته کار باید رود. نزدیک نشوید. امام حقیقی این مسجد چیکار میکنی؟ نزدیک نشوید که خودم را میپرتایم. بنزین ریخته خودم را میسوزانم. کلید کجاست؟ اگر زورتان رسد آماده گیرید. ایستا نکن. دیوانه است. کلید رو فرو برد. کلید رو فرو به خدا که مانده که یوسف است. این آدم ساخت نیست. شفا شود فایده رسد انا اکنون آماده زنجیر را کشایید. چیکار داشتیم؟ پلیس یک طرف استید یک طرف. این دیوانه کیست که خودش رو به دیوار مسجد زنجیر پیش کرده است؟ من دیوانه نیستم. امام حقیقی ام. دیوانه باشد دیگر کس میباشد. داملا ساختکار داملا زیا است. تمام چیزی باشد در شوربه دردت رو میفهمونی. این رو گیرید. یک دقیقه چرا ببرید برادر من به شما نمیروم. دیوانه او ساختکار او خطا کرده ایستاده. مسجد را از من دزدید. مسجد را دزدید. جماعتم را دزدید میگویم. مرا سر دهید. باز میآیم. باز حالا و اینجا من میآیم. میبینید جماعت انتظار شوید. من حالا به شما رفتم بعد از 5 دقیقه میآیم. نماز را یک جایه میگذاریم. مرا سر دهید. سر دهید مرا میگویم. سر دهید مرا. سر دهید میگویم. بیاخلا چی زنجیر بین من برام قوم و بالا یه دکه خلینی اینها را گیرین رفته dualar eder insan mutlu bir ömür için sen varsan her yer huzurla yanar içim
Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür bin şükür seni bana verene, yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, ne dağlar denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. خدا نگهبانتون باشه. خیلی اجری خوبم استاد، بسیار خوب که روبرو شدیم. همه خیر اجری گوش کن، اگر سوال پرسیدنی باشه سوال نپرس، سرم در جایش نیست. استاد اگر من سوال نپرسم سرم مثل سر شما بجا میشود. دراز نکرده سوالات را پرس. استاد حضرت آدم علیه السلام گروه خونش چندون بود؟ چیکار میکنی هجری؟ خون سپردنی چی؟ نه خون گرفتنی هستی، اینش هم نه. چرا این خیلی سوال رو میپرسی؟ خیر به سرم اومد همین. نه اگر گروه خونهای حضرت آدم و حضرت حوا راست آ و ب میشد چی میشد؟ چی میشد استاد؟ خونهای تمام انسانهای روی زمین آ ب و آ ب میشد، همین خیلی نه؟ از سبب گروه خون مادرمون حوا و حضرت آدم پدرمون آ و صفر ب صفر بودن، مانند حاضر یک قطار گروه های خون به وجود آمده است، همین خیلی نه؟ بله استاد. مثلا آ ب صفر، پس چی بوده است هجری؟ حضرت آدم علیه السلام گروه خونش یا آ صفر یا ب صفر بوده است. آفرین هجری، آفرین. میدونستم استاد، خدا از شما راضی باشد. استاد جانی من دریای علم است ماشاءالله، دریا. ай зуҳро, ин левент бисёр хандонур аст, маро бисёр механдонад. имрӯз аз левент як паёмак омад, иҷорапулиро надодаи навишта шудааст. ман бошам чӣ гап аст гуфтам. ҷавоби баъд аз ин омадаро мегӯям. дар қалбам тахт сохтаӣ, зиндагӣ дори хонум Селен, иҷорапулиашро надодаи. бисёр хандовар буд. зуҳро, зуҳро, лабай. бахайр аст зуҳро? айни ҳол бисёр нотоб ҳастӣ. зоғи сиёро фикр дорӣ? бале. чӣ хел бале? ҷонам, ман шӯхӣ кардам, ту ҷиддӣ ҳастӣ? боз аз куҷо ба сарат омад? маро ӯ наҷот дод Селин. чӣ хел яъне? туро магар акай унал наҷот надод? пеш аз омадани язнаи уналам зоғи сиёҳ омад. албатта ки апаам надид, танҳо ман дидам. охир ӯ дигар бояд бо ту во намехӯрд кӯ? зуҳро, дар бораи чӣ гап задем? гап назадем. чӣ хел гап назадем? яъне туро наҷот дода рафт ҳамин хел? Селин, рӯи зоғи сиёҳро дидам. чӣ? در زهره تغییرات است، اما چی باشد؟ عجبا چی خیلی فهمم.
با من دیگر خیلی نظر کردن را آغاز کردم اگر زوغیسی بودنم را فهمید در آنجا فهمید و من پای نبردم یگان کار کرده چیزی در سرش بوده را باید فهمم اما چی خیل عجب و باز همچون زوغیسی و با مقابل او برایم از من چیزی را پنهان دارد اما چی را چی گپ است؟ از پسش رفتم چون نقابش رو برآورد رویش رو دیدم. بعد چی شد؟ بعد رفت. خیلی آخر با کجا رفت؟ نمیدونم آخر سیلین رفت. با خدا که زورو این وقتا تو رو هیچ نمیفهمم. عقلت رو کار فرمو یعنی آدمی رو که نمیشناسی عشق ورزی میکنی؟ نمیدونم سیلین سرم بسیار درد دارد. زهرا این آدم کیست چی کار میکند هیچ چیز رو نمیدونی درباره‌اش معلوماتی نداری. لطفاً با خود اوی از برای خدا. چی گپ است آخه؟ دستان از پس سر گذار. من او را دائما همچون یک آدم نقابدار دوست می داشتم. کاش که زاغ سیاه نقابش را نمی برآورد. در دل من همچون یک قهرمان می ماند. اما چنین نشد. حقیقت آشکار شد. زهرا چرا این خیلی گفتی؟ یا که مگر یگان آدم میشناختگیت برآمد؟ نه جانم این چی علاقه دارد؟ چی از زیر نقاب یگان آدمی بد برآمد؟ اینقدر دل شکسته شده ای؟ نه سلین تو نفهمیده ایستاده. من به زاغ سیاه ندانسته و نقابش دیر بستم. بعد از برآوردن آن نقاب گویا که جادو تمام شد. راستی زهرا جان چون نقاب زاغ سیاه رو دیدی و همچون لیلا گشت و گذار داری معلوم است که حالا هم جادو به آخر نرسیده است. یا که مگر باز عاشق‌تر شدی؟ مرا گوشون راستش رو بگو. آخر کاپیتان یگان اشتباه نشده باشه. دمت را گیر یگان خطاگی نیست. تو جنایتکاری از محبس گریختی کلتکلاس هستی تو دستگیر شدی او را با ماشین برید. زهرا خودت رو برای یک چیزی ناچیز غمگین کرده ایستاده ای. چرا ناچیز میگویی؟ زهرا جان من به تو چند مرتبه گفته بودم که از این زاغ سیاه دست بکشم. ناامیدیم همینقدر نمایان است. زهرا مگر هیچ فکر نکردی چرا این زاغ سیاه با نقاب میگردد؟ یعنی یکی جنایتکار باشد یکی دویمو از این سبب نقاب پوشیده ایستاده باشد. یعنی اگر جنایتکار نباشد چرا نقاب پوشیده میگردد؟ دستانت رو دخیل نکنه در بین خطاگی است. بسیار گپ نزن کنی پیش دران. بیا رفتیم. جلکش رو بگیر. نه سلین او بسیار آدم خوب است جنایتکار نیست. میلش خیر نباشد جنایتکار نیست چرا دویمو با نقاب میگردد؟ چرا؟ من در حال به تو میگویم این آدم انیق از پلیس گریخته ایستاده است و خودش را از آنها پنهان میکند. در این حالت چون این سوال به میان میآید با یک آدمی جنایتکار عشق ورزی میکنی؟ من به این هم به زاغ سیاه عاشق هستم سلین و به جنایتکار بودن او باور ندارم. فهمیدی؟ خیر یکی گناهکار باشد باز عشق ورزی میکنی؟ خدایم حاضر نه حالا با محبس در آمدنم ناممکن است. زهرا جون گوش کن دیر یا زود این آدم به حبس میافتد. کنی بگو اون وقت چی کار میکنی؟ از تو میپرسم آدمی که سالها در حبس میموند او رو انتظار شده میشینی؟ در حالی که نو خواهرم رو یافته بودم خدایم کمک بکن. عاقبتش رو میدونی چی میشود؟ آدمی که سالهاست از قانون میگریزد از قفای او میروی مگر ها؟ یک جای با او تو هم دوی میگریزید تا با کجا زهرا؟ تا زمانی که با او دستگیر شده به محبس افتیدنتون ها؟ سیرین بس است خوش. از این حیات خیالی بر اومده و حقیقت رو ببین. تو از قفای یک خیالی ناشدنی رفته ایستاده ای. حقیقت رو ببین زهرا. تو تنها خیال کرده ایستاده ای.
қобилият нишон наде. Берун баро. Зуд бош. ака шуморо сардорам дар мошин интизор аст. ой чӣ хел калтакелас аз дасти полисо мегурезад чӣ хел мегурезад девона мешавам сардорам барои гурехтанаш кӯмак карданд охир ой ба ӯ кӣ кӯмак мекунад кӣ сардорам аз рӯи маълумоти ба мо расида либосҳои муллоро пӯшида гурехтааст бо либоси мулло бале чӣ либоси муллогӣ тавба кардам худоё сардорам аз ҷадди хубашам назар кунем калтакелас аз дасти мо нагурехтааст аз дасти дигар кас гурехтааст چرا ما رو خلاص کردی سکر؟ با فکرم فراموش کردی ما یک جای کار میکنیم نه یک جای کار نمیکنیم لیکن ما با تو خیلی کارهای خوب کردیم سکرات ما یک جای کار نکردیم ما را 2 مرتبه برای کار خودت استفاده کردی حالا باشد از دست پلیس خلاص کرده با خودت قرضدار کردی همینطور قرضت رو پرداخت میکنی سراسیمه نیستیم چخیلی که نباشد در روی زمین قرضی نیست که تو پرداخت کرده نتوانی مایلش برگون وقتی مناسب رو میخوریم باز هم برای ما را خلاص کردنت سپاس گذارم این حالا هیچ چیز نیست در زمان حکمرانی من اکنون آدمی هستی که به تو کسی دست رسونده نمیتواند تشکر сардор он қадар ба ӯ боварӣ нест магар калтакелос ҳамин буд бале бале уст پلای خوب بود سکرات آفرین با تو اما تو فکر کردی که نفهمیدم اول با پلیس خبر داده مرا دستگیر کناندی بعد با دستان خودت مرا خلاص کردی بله این را از تو انتظار بودم اگر نمیفهمیدی حتی دل شکسته شدن مرا خیال کرده نمیتوانستی حالا من تو را روزی چنان شکسته میکنم که آن وقت میبینی فراموش نکن کلتکیلاس همه بازی ها یک قسمی بازی کلان میباشند تو دائما از من قرضدار میمانی تو را همیشه من از دشمنانت خلاص میکنم این را دانستنت را خواستم این آدم به سرم بلا میشود